نمایشگاهی که شما در حال تماشا هستین نمایشگاه دیستش است و نمایشگاهی است که ما تونستیم توسط رسالت که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم با ما برگزار شده ما در قالب هنر ما به مردم پیشکش کنیم. اگر ما بتونیم واقعا اونا را به گام بلند برسونیم باید از این نمایشگاه بیشتر برگزار شود. ما از ادارات فرهنگ میخواهیم که اجازه برگزاری نمایشگاه بیشتر به ما ادا کنند. خب مشکل اساسی افغانستان نه تنها از ما نقاشان بلکه از تمام نقاشای سراسر افغانستان کمبود بودجه می باشه و همچنان نبودن فضای مهیا در نقاشان. خواستم از حکومت تامین نمودن و برگزار نمودن این نمایشگاه بیشتر می باشه و همچنان خواستم از دولتی است که در امور نقاشی یکم نه تنها نقاشی بلکه در تمام امور هنری باید هنرمندان تشویق ترغیب کنه تا بتونن اینا امی هنر نقاشی را به پایه های اکمال خود برسانند. هدفم همی است که اول حمایت نمیشدیم یک کم کم و اول حمایت میشدیم ولی یک کم کم حمایت نمیشیم به خاطر همین این نمایشگاه رو ما برگزار میکنیم. بله از این نمایشگاه باید زیادتر چیز باشن زیاد باشن یعنی ما تشویق شویم یک کم کوشش کنیم که ما برای مردم یک چیزای بهتر عرضه کنیم یعنی نمایشگاه زیاد یعنی برگزار شود. خودم مدت 4 سال از پیش استاد محمد ساحل صاحب نقاشی کار میکنم و تعداد 3 اثرم است که نقاشیم است که به نمایش گذاشتیم و دومین نمایشگاهی است که به اشتراک میکنم و این تابلوی من به مدت 20 روز کار کردیم و خواست ما از دولت فقط حمایتشان است، فقط حمایت کنن از جوانا کلان استعدادهای خاص دارن، فقط به حمایت ضرورت دارن، حمایت شون همیشان استعداد خاص خود دارن. ما دیگه مشکلات خاص خود نداریم، یکی حمایت دولت ما خواستار است، حمایت مالی کس نمیکنه، مالیش هم به هر صورت فقط حمایت بعضی نمایشگاه برگزار میکنیم، جای کمبود داریم، کمبود جای است که ما نمیتونیم که یک صحن بزرگ تهیه کنیم که درش نمایشگاه خود برگزار کنیم. در این نمایشگاه حدیث عشق 180 اثر هنری است از طبقه ذکور و اناث، مدت 3 روز دایر شده و هدف ما به خاطر رساندن پیام الهی از طریق هنر است. خب هنر یکی از احساسات درونی است که ما از تعریف از خودم که اگر داشته باشم میگفتیم هنر راه رسیدن به راز هستی و هر تابلویی را که جوان میبینه یا کسی میبینه ایره از این برداشت خیلی زیاد میکنه، چون امروز هنر تاثیرگذارترین سخن به جامعه میگه. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق.